خوب دایره میزنی. های سر دستی تو را با دست بگیرم آخ به دل دارم که تو من پس بگیرم ای جانم بین کوچی مالان سطور سواری میکن گاهی شار گیشته خوشحالی برو. بیبی من نامزادار کردم بعد از 73 سال. چی؟ بیبی من بیبی تو نامزادار کردم؟ به شوهر داده. ایشتا آدم بیعقلی بیده که بیبی تو رسونده. مادر تو بیعقله نفتح کنه بینی تو. سرقی راست بگو بیبی پیلک تو تو همون فقط میگی پشت پلاستیکیه. هم که خود پیلک میشه. سرقی یار کلمه میترقه خود از دایره تو چی رقم آدم پیلک تو بیعقلی؟ فقط میگی پشت پلاستیکیه. بگو همین نفر کمی بیبی تو رسونده یعنی از بیبی تو جوانتر یا پیرتری؟ کی؟ مرتکه؟ آسا میزنه. خوبه. هم دندون بیبی منه. خوب انال یک آسا میزنه بیبی تو کنار رفتن نمیتونید و کیف تو خو میکنه تا زنبار بیبی من راه میره. بیبی من با فرغون میبره میبره بر انتقال میده. خود چشمایی که نمیبینه گناه کی؟ چشم به بیبی چی کار داره؟ خود چشمایی که نمیبینه برا بره. خب بر راه میره و تا فرغون که بر راه میره. حاله تو چرا خوشحالی میکنی بیبی تو؟ بیبی من بولار چه زدگه؟ چه اگر دل من کش خرجیو. ای گفه. حالا برا یاد نداری؟ امیر از کدوم مسلمان بستندی که تا به سر از اون قلمان نانه مگفت از برو بیاره که صبح گو به نانه خدایی لتنی. برو کمونتون آورد. مرتهم یه آدمه که بیبی تو رسونده خیلی آدم بیعقلی. درواز کو دروازه رواز کو بیا برویم از این ولایت ما و تو درواز کو دروازه رواز کو عروس جان مادر امشب میمان مادر عروس جان مادر امشب میمان مادر فردا تو را میبرن آتش به جان مادر فردا تو را میبرن آتش به جان مادر عروس نازنینم داغی تو را نبینم عروس نازنینم خیلی شکر فضل خدا دم غریبه کجا بخیر؟ ایچی بیبی خومی برو کجا؟ چری خیلیتی برارمه بیبی تو برا میره سر پلوگ میره کجا میبری بیبی؟ کلی دادی اونو بیبی خو عروس کردی تو گانسی تو گیچی همی بیبی خود خود عبدگم بیبی داریم رمزون ناینا عبدگم بیبی داریم رمزون ناینا آخی هفته سر دیواله یه عروسی ماه چکار کنی با چنده گوش کشیمه برادرها بیبی کوخه نداری ما اینو کاش ما بیفته با بنزمین میخوریم بر کوخی بیبی تو ده تا ملاق خوازه خب تو چی تو فیدینی خاطر تو بیبی خو عروس نمیدی بله یکینه رمزون ناینای رمزون ناینای بیبی جو بریم دی جلو خود کو بیخی نمیبینه بابا تو هیئتی رمزون عتیقه بسته خونوادیشم عتیقه تو سگی برنگ استاد آخی 90 به بالایی به چند عروس بیبی کردی 73 بیبی با چند عروس کردی پیشکش چنده بله کو 80,000 پیشکشم به جنب بابای بیزی خود نه نتکه چیزم لاکو 80,000 رمبرتکه مده مگر ختم قرآن و فاتح و جنازی از این آدم رم سیکو برارم مویی میده که خرج و مصرف بیبی اگر درد و بگیش ما برارم دگری چی نداشتیم باباسا نمیتونم بسته کنم بری بیبی جو دختر نازنینم داغی تو را نبینم دور بیشی از مادرت دور بیشی خدایی از دورم میشه ولا که قم بودینم ولا که قم بودینم ای بابا ای بیبی از این بلاک و 80,000 پیشکش میدم ازی کرده آدم مرتکه 4 تا دیزل تمام میخرید بلین کله 200 روپی به روز کار میکنه آخیر مگر این رو صبح کفن بخره بزی و قبرت بکنه
اینجا استاد شده ما یک نفر پلوت استاد شده همزه نمیبینی تو با دایره به دست بفهم بگو تبریک باشه. میگم با دایره به دست افتاده. بگو تفریق باشه. چی تبریک باشه؟ بیبی خورده که کلی به کلی عروس کردم. چیکار کردی؟ کلی به کلی. بیبی خود کلی به کلی عروس کردیشته کلی به کلی مثلا یعنی پیشکش نداده مرتگه گفته 18,000 روپیه هم به شما میدم. پیشکش نداده گفت 18,000 18,000 می تا گفته میدون شیر با او گیلک تو بیبی تو که دیدم پای بلب گور رسیده. میگم تو کجوانی من به تو چیزی نمیگم کله تو فقط میگی لبلبوس کخزده تو اشته به بیبی میگی نانه کلون تو که به چیز میشینه به بندر عباس خب به کشور ایران امیر به خیر خوشی چشه چی گفتی؟ گلاف کنه رود پیده دل ما بیبی تو میسوزه. حالا از بیبی تو بک دیشته بود که شما میرفتن نمزادار میکنید. نه بران بیبی گوش نمونده بیده نمیتونستین خرج بده. مسئله از اینی اوله که خرجی و مسئله نیه بیبی من کمک اعصاب قطی شد حاله مثلا میگم ایت اوصله نداره خش میکرد جارو مثلا قلم میکرد خود نانمه دیگه برادر گوه بر رس میکشید گوسپندا بر رس میگه مرغا صبح بازون میداد مثلا نانم اعصاب خراب بود آخر میت شد که مدار ما گفته که مگرم فکر نانه خور بردارم بیبی تو گیلک گفته که نامزادار کنیم. خوب کسی بیدید چیکار شد؟ کسی بی چی؟ روز بیبی خوبی نکرده بوده گدایی میکردن دو نفر. او برو نچلی دیگه ندادم. کی هسته که بیبی تربوس کنده؟ کی هسته؟ بیبی به کی نه؟ شو بیبی تو میگم کی نه؟ شو بیبی به؟ از این دو سو غلا پینتره. یاری واقعا من میفهمم که شو بیبی تو گپ خورده. چیز اور به نام صاحب کتو خوشدل ولد خیگینه نه اینیه خوشدل ولد شیردل خوشدل ولد شیردل شیردل جوونی یعنی وام کی؟ وام رنگ بیبی تو نه به جوونی خوب این او تیپ تو قیافه تو نه منتو 85 هسته 85 یاره خوب خدا مبارک کنه شو بیبی من 85 نمیدی شیرینی چیزی شیرینی بده آفرین گیلمون تو اعمال گردن و بند به کسی ما دشمله بخوردم خلاص شده دشمله رو چیکار کنم چی می پول ها دیگه اگه تو دیر یا دولت سر تو نانه تو یک دایبه ما خیرات بده برو میگم حقیقت بگو چند هکتار پیدا بکردی از اون گده که خودی ببی خود گده نه چسبی چی نمیدادم مردم استابیرو بلد نی نه ما هنگ دارم حالا به کجا میری با مسکین مردم غیر خبر میکنی میرم در سلام مادر عباس چه در سلام میرم که صدا کنم که نانه تو هم به خیر خوشی بیایم پیشین که چیز میارم همه چی میگن عرش دیدینی خب میارم برو نیاز نیست تو بری با ما بس رفتم میگم برای ساخته تو بگیره بیبی تو گفت بمونده با خونه الهی شکر که بیبی تو طریق سعد عروس شد ای تو میرفتم نه پس تو میاده با کدو تو میرفتی سلام علیکم بابا. و علیکم. میگو بابا چای آوردم. میگو بله بابا. اگه حالی بری کی میای؟ خب بابا دیر میشه دیگه تو چای جوش دادم. بابا مادر من لباسا خود تیار میکردم دیرم بشد تو شما چای آوردم گفتم برو به پیار کو بگو به من اجازه میدین تا سرا گیلک اینو برم. چرا چی خاطر می سرا گیلک؟ خاطر می بیبی گیلک عروس کردم. امرو پیشین خاطر عروس دیدنی میارم بابا. چطور کردم بیبی گیلک؟ عروس کردم بابا. عروس کردم؟ بله. امرو پیشین عروس دیدنی میارم. مادر ما گفتم من میرم. مادر تن گفت من میرم. بله. ولی اجازه میدیم بزنا برم بزنا بگم که بریم. این زن 70-80 سال عمر این رشته عروس کردم. به چند دادم خبر نداری؟ خبر ندارم بابا. 70-80 هم شاید بابا بیشتر باشه. میگم خیلی سن داره اشته بده که اشته متوقع بیار بده گیر بستنده بابا. ولی برم بابا به مادر کوچی بگم. برو دیگه که مادر تو در پیش خطیار کرده برو دیگه بگو برو. بابا واسه همسایه‌داریه دیگه. آستتا لورا دیگه. چه کار میکنی شما؟ همین تا گل میاری؟ سنگار بچه تا اینو.